ملاحظه کردید در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند. این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها، البته مخصوص شیعه نبود، سنی ها هم بودند، خود این در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند، تجلیل کردند، اون رو بزرگترین گرد همایی عالم به حساب آوردن. کیا؟ اونهایی که دارن رصد میکنن مسائل اسلامی را. من همینجا مناسب میدانم به مناسبت یاد از اون اجتماع عظیم از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند، لازم میدونم تشکر کنم. حادثه عجیبی بود امسال، حادثه اربعین کربلا. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد اینجور انعکاس پیدا میکند.